این روزهای باری که یعنی سلسله ایدها رو در بر میکرد و یکی از باشکوه‌ترین ایدها یعنی روز مادران است. آرزو میکنم که در همین روزهای بهاری یعنی تمام مردم و تمام مادران تاجیک زنده باشند، سربلند باشند، به خاطری که همیشه چون آفتاب همون گرمی مهر و محبت ما اونها همیشه به سر ما فرزندان یعنی گرمی خود داشتند. هست تا مادر صداقت میرسد بر آدمی، هست تا مادر پسر شخصی بدولت است. یعنی آرزو میکنیم که همیشه با دعای نیک مادران روی ما فرزندان سفید باشد، همیشه صاف باشد. تاج از فرقی فلک برداشتن، جاویدانان تاج در سر داشتن، در بهشتی و زهره یافتن، هر نفس شده به ساغر داشتن. بر تو ارزانی که ما را خوشتر است، لذتی یک لحظه مادر داشتن. شبوته چون ماه در برداشتن، صوب از بام جهان چون افتاد، روی گیتی را منور داشتن. بر تو ارزانی که ما را خوشتر است، لذتی یک لحظه مادر داشتن. حشمت و جاهی سلیمان یافتن، شوکت و فری سکندر داشتن، تا ابد در اوج قدرت زیستن، ملکی هستی رو مسخر داشتن. بر تو ارزانی که ما را خوشتر است، خوشتر است، لذتی یک لحظه مادر داشتن، لذتی یک لحظه مادر داشتن.